چی باید بگیم؟ چجوری بود اصلا؟ سلام. خیلی فراره یوتیوب عین زبان میمونه. کار نکنی همش یادت میره. اصلا راحت نیستم. بعد از چند ماه داریم حرف میزنیم جلو دوربین؟ بالای 6 ماه. 6 ماهه که اصلا توی همچین صحنه‌ای نبودم و اصلا انگار صفر شده همه چی. دیگه هرچی تلاش قشنگ انگار ویدیو اوله. ولی به نظرم توی همین اول ویدیو جا داره که یادی بکنیم از همه اون کسایی که بینمون نیستن. این 6 ماه خیلی سخت گذشته و واقعا نمیدونیم چی بگیم، چی کار بکنیم و دیگه اون آدم سابق نمیشیم. یعنی یه اتفاقی افتاد که من تا آخر عمر 25 سالگیمو فراموش نمیتونم بکنم. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. من واقعا نمیدونم توی همچین موقعیتی چی میشه گفت. فقط واقعا متاسفم و ناراحتم برای تمام خانوادهایی که عزیزشون رو به ناحق از دست دادن و اصلا ایرانی جماعت که اینقدر فشار سختی اصلا مگه میشه؟ آره ببین اصلا به نظرم باید ما به یک ایران، یک ملت آدم تسلیت بگه. یعنی خانواده جاویدنما که هیچ، ولی یک ایران یه غمی رو تجربه کرده که خیلی بزرگه و اصلا انقدر عجیبه و نمیشه، اصلا نمیتونیم نه کاری اصلا بکنیم، میگم چیزی بگیم. نمیدونم چی باید بگم. نمیدونم اصلا نمیشه تو کلام آورد این قضیه واقعا رو. نمیشه. حسی که هممون تجربه کردیم. و میدونی الان چیش عجیبه؟ شاید یک سریا که ما رو دنبال میکردن بلم کن الان دیگه بینمون نیستن و ما اینو نمیدونیم. بلم کن. ولی امیدوارم همتون، نمیتونم بهش فکر کنم. آره امیدوارم همتون سالم باشید، صحیح باشید، صحیح و سالم باشید. خودتون، خانواده‌هاتون، عزیزاتون. واقعا از ته دلم امیدوارم که الان یکم حداقل آرامش به دلتون برگشته باشه. ولی میدونیم که هیچ کدومتون مثل ما نه فراموش میکنید و نه میبخشید. خب ما کجا بودیم؟ ما بودیم همینجا بودیم. بچه ما یه ویدیویی درست کرده بودیم. یعنی ما بعد آخرین ویدیومون، نه الان آخرین ویدیومون اینجوریه که گفتیم که ما دیگه قرار نیست کار بکنیم. شوخیت گرفته. یعنی احساس میکنم کائنات نشسته بود ببینه من چی دارم میگم. من برگشتم گفتم آقا من الان شرایطم خیلی سخته، نمیتونم، نمیرسم، خستم، احتیاج به یکم استراحت و بریک دارم. گفت الان یه کاری میکنم بهترین فرصت برای استراحتته. نامردی زد، خدایی نامردی ولی زد. احساس میکنم آخرین ویدیومون رو که گرفتیم 1-2 هفته ویدیو نگرفتیم، ولی بعدش دوباره تصمیم گرفتیم که یه ویدیو بگیریم. تقریبا قبل از دیماه بود، قبل از فاجعه‌ای که رخ داد بود. آره. و ما ویدیو گرفتیم. یه ویدیو خیلی خوبم بود. امیدوارم آره. که بتونی یه سری تیکه‌های کارهایی که کردی و زحماتی که کشیدی و یه ذره بذاری داخل همین ویدیو که چه کارهایی کردیم. اون موقع بچه‌ها ما داشتیم فیلم استرنجر تینگز رو میدیدیم که استرنجر تینگز برامون قسمت آخرش بود. اتفاق افتاد. اصلا من نمیدونم چی بگم. آره و یه سری کارا کردیم، ولی خب اون ویدیو الان نمیدونیم اکسپایر شده نشده. یه تیکه هایشو بذار ببین، اگر بچه ها خوششون اومد ویدیو رو آپلود کنیم. میدونی مزه چی میده؟ نون لواش. آفرین. یه بچه میتونیم از توش رد کنیم. وای من داشتم میمردم.
اون تیکه که بریدیمو بگیر. اجازه بدین که من راجع به این قضیه حرف بزنم. بچه ما الان نشستیم یه جایی که این راسته کلا دکلای برقیه و توی بدن ما برق داره. آره روی من دست پوستمون. میزنم به ما به هم تو. دست میزنیم جیز جیزی میشیم. میدونی حسش بین این توی بچگیمون یه سری آدامس و اینا بودن. آفرین. میگرفتی میکشیدی دستت اونجوری میشد. الان به هر چیزی که دست میزنی همچین حالتی داره. من میترسم که یهو مثلا آره جایی که هستیم الان خیلی عجیب خیلی ترسم. غریبه. من اصلا به پوست فرزاد دست میزنم جیز جیزی میشه. بعد الان دست دادم به اینجا فکرم گوشیم داره زنگ میخوره رو ویبره است. نه آره خیلی عجیبه. چیز میزامون نسوزه یهو. سیم اتصال به سایقه زمین، نزنه به سیم سرمون. اتصال به زمین فکر کنم وصل نیست. همینم کم مونده. میدونیم باید چیکار کنیم؟ باید کفشامون رو در بیاریم، پامون رو بذاریم رو زمین. درست میشه؟ فکر میکنم بدتر شه. نه چون تو زمین برقه. کرونا از بالا میان خروج پیدا میکنن به سمت زمین. علمیش نکن. چرا؟ اون ویدیو که نشد، یعنی اصلا ما همونجا استوپش کردیم و دیگه فقط رفتیم توی اخبار. اصلا 2-3 ماه اول قشنگ کابوس بود. آره قشنگ ببین احساس میکردم که توی یک دنیای تخیلی دارم زندگی میکنم. من تا حالا توی اتوبوس عمومی انقدر گریه نکرده بودم. من تا حالا هیچ جا انقدر گریه نکرده بودم. شوخیت گرفته. تو زندگیم انقدر غم رو تجربه نکرده بودم. یعنی من توی سر کارم تا حالا انقدر با مردم جدی و با عصبانیت حرف نمی‌زدم، چون که اون اول هیچ کس حرفای منو باور نمی‌کرد. بچه شاید این براتون خیلی عجیب باشه. خارجی‌ها نمیفهمن که ما داریم چی رو تجربه میکنیم. یعنی تو هر چیزی که میای به این آدما توضیح میدی اینجوریان که برو بابا مگه میشه؟ اینا مگه فیلمه؟ این دقیقاً این کانورسیشن ها برای 1 هفته یا 2 هفته بعد از فاجعه است و من میرفتم توی سر کار، من میرفتم توی پیش مردم تو خیابون. وقتی که بحثش میشد و صحبت میکردیم بچه هیچ کس حرفای ما رو باور نمیکرد. یعنی مدیر من، همکارام میگفتن که همچین چیزی نمیشه. نه اینا ای آیه. اینا ای آی این خدا نگذره از ای آی. خود اصلا نه. یعنی چرا باید یکی بیاد همچین چیزی رو ای آی کنه؟ من یه جورایی بدنم واقعا داشت احساس میکرد که داره میمیره. آره قشنگ تو چنان شوک و چنان فشار و غمی بود بدنم که اینجوری بود که الان میمیری. یه مدت شات داون کرد. یعنی آفرین. خاموش شدم دیگه. کلا دیگه خاموش شدم. بعد یه مدت رفتیم توی عذاب وجدان. یعنی من هر کاری میخواستم بکنم میگفتم که این الان تو ایران قفله. اینو الان خیلی نمیتونم. آره یه ذره هنوز هست. اصلا من از وقتی که مهاجرت کردم اینجوری بودم. هنوز نتونستم با این قضیه کنار بیام. از یه جایی به بعدش دیگه دیدیم که واقعا داره سلامتمون به خطر میفته. آخره. یعنی خیلی. بعد دیگه مثلا خب داشت روی همه چی تاثیر میذاشت دیگه. حساب کن من تو سرکارم داشتم به مردم فحش میدادم، با مدیرم داشتم جر و بحث میکردم، میومدم خونه. آره میومدم خونه با هم دیگه کلی دعوا میکردیم سر چیزای چرت و پرت و اصلا کلا سلامت روحی داشت به خطر میفته و هیچ کاری دیگه هم نتونست بکنیم. یعنی مثلا ویدیو نبود که ادیت بکنیم که سرگرم بشیم، فقط من میرفتم سر کار میومدم. خیلی چیزا بی ارزش شدن. یعنی مثلا با اینکه اینجا بودیم ولی فکر و خیالمون همش توی ایران و بچه‌های ایران و کشورمون، مملکتمون بود و خودمون اینجا اصلا نمیتونستیم که از فضای دور و برمون اصلا حتی ببینیمش، اصلا حتی مثلا ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. اصلا برامون بیشتر برام عذاب آور بود. آره مثلا اینجوری بودم که بابا حیف نیست. میدونی هم از لحاظ چیزی طبیعتی اینجوری بودم که بابا
چقدر مثلا ما پتانسیل داریم و اینا. هم از طرفی انقدر ببین از لحاظ ذهنی در به داغون بودم و هستم، آدم خوشحال میدیدم اعصابم خورد میشه. آفرین. آدم یعنی به نظرم این که حسودیم یه میشد. سری آدما نمیفهمن که تو داری چی میکشی و حتی توی مخیله‌شون هم نمیگنجه که چه تجربه هایی تو به عنوان یه انسان، حالا ما تو سن پایین داریم متحمل میشیم. این قشنگ بهم حس عصبانیت و خشم و حسادت همزمان با هم میده. دقیقاً. میداد و میده. دقیقاً. آفرین. قربونت. کلا آدمای بی‌عصاب و افسرده و داغونی شدیم ما. بعد از یه جایی به بعد من همش توی اخبار بودم، همش توی خونه. از موقعی که میرسیدم تلویزیون، گوشیم همزمان، شب که میخواستم بخوابم دوباره گوشیم، صبح که بلند میشدم دوباره گوش، فقط اخبار 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 اخبار. و این فقط بیخبریه بیخبری هم آدمو بود. فلج میکنه. بعد مثلا و اینکه کاری از دست در لحظه فیزیکی بر نمیاد. دقیقاً. حتی مثلا با ایران صحبت میکردیم، یادمه، و پشت تلفن موقعی که داشتیم صحبت میکردیم میگفتن آره همین الان داره میزنه. و شوخیت گرفته؟ و ما اینجوری بودیم چی که داری میگی؟ چجوری؟ فیلم اونجرز مگه؟ گو آهان زد. آره همین بغل چقدر زد. قشنگ و چقدر ریلکس با این قضیه. یعنی ما خودمون هم اگه ایران بودیم همینقدر میتونستیم دقیقاً. ریلکس باشیم. ببین ما یکی علتاش همین بود، چون بیرون بودیم و فقط داشتیم یه سری، مثلا میگم اون کسی که توی تهران نشسته خب فقط میتونه یه مقداری از اخبار رو دنبال بکنه، اطرافشو، و بشنوه و ببینه و درک بکنه، به نسبت ما که بیرونیم. و ما داشتیم رگباریم، خب شیراز، تهران، اهواز، نمیدونم فلان بسال اینا. اصلا یه بحث دیگه ای که هست به نظر من اینه که تو مثلا میدونی که آقا من، مامانم، بابام، دوستام، رفیقام، همه فک و فامیلم از همه با هم، اگه اتفاقی هم بخواد بیفته همه با هم میفته. تو اینجوری بودی که من قراره اینجا سالم زندگی کنم، تو این آب و هوای خوب، تو این فلان. نمیخوام جمع کنی. اصلا آره واقعا چیز بود. خیلی اصلا این خنده بر لبان من چیزه، تلخنده، به عبارتی خنده تلخه. سرتون رو درد نیاریم. آره از یه الان نمیدونم، الان واقعا بذار به تو بگم، بفهم. الان نمیدونم که چه چیزی و چه کاری و الان میتونم اینجا راجع بهش صحبت بکنم که کسی ناراحت نشه. خب کسی لحظه یاد اون چیز دردناک براش نیفته. اصلا امکان نداره این قضیه تا آخر خیلی شرمندم. آره ولی یه ذره بگذریم. بذار اینو بگم که از یه جایی به بعد یهو اینجوری شدیم که ما داریم اینجا نابود میشیم. چون که خب مثلا اینجا پر ایرانیه و ما هر کسی رو میدیدیم چیزی جز اتفاقات نمیتونستیم صحبت بکنیم. من تقریبا امید به زندگیم به منفی داشت میرسید. آره یعنی اینجوری بودم که دیگه من نمیخوام باشم. هر ایرانی رو که میدیدیم، یعنی فقط هر موقع تو آسانسور داشتی بحث میکردی، دیروز تو خیابون دیدی. بله اینجوریه که همش داره راجع به ایران صحبت میشه و دیدیم که داریم تحلیل میریم دیگه داریم تموم میشیم. و از یه جایی به بعد رومینا منو کشید کنار و گفت باید یه ذره کمش بکنیم، که من شروع کردم سعی کنم اخبار رو کمتر دنبال بکنم و تصمیم گرفتم که ورزش بکنم یه ذره. آره. شروع کردیم به ورزش کردن، شروع کردیم به یه ذره مدیتیشن کردن، شروع کردیم به یه ذره. خواهش میکنم مدیتیشن رو نگو. 2 روز مدیتیشن کردی قرار نیست بیاری تو لیست کارهای خوبی که کردی. هم ورزش رو ازت می‌پذیرم. ورزش کردم. کتاب چی؟ یه کتاب تموم کردم. فرزاد یه کتاب خونده، باورتون من کتاب خوندم. خیلی کتاب نمیخونه ها. من تو زندگیم همچین کتابی تا حالا نخونده بودم. بگو کتاب چی بوده؟ کتابخانه نیمه شب، اثر استاد ویل اسمیت. فرزاد خدا شاید خودم هم یادم نمیاد.
آره عکسشو ولی میذاریم. بی‌لسین نبود. کتابخانه نیمه شب خیلی کتاب حالا قشنگی اسمش بود. یادم بیاد. اصلا کتابخانه نیمه شب یهو یه لحظه منو ریستارت کرد. اصلا احساس میکنم جز اون دسته کتاباییه که هر کی بخونه، مثلا جامعه ایرانی به طرز عجیبی با اینکه ایرانی نیست میتونه باهاش همزاد پنداری کنه. آره. یعنی تو کتابو شروع میکنی میگی من، آفرین آره قشنگ گفتی. و تا آخرش میخوای ببینی که چی میشه، که ببینی اوضاع خودت چجوری پیش میره. ولی یه آفرین، بار- من واقعا بهت تبریک میگم بابت اینکه با اشتیاق یه کتابو تا تهش بابا خوندی. من فیلمو استاپ میکردم. پاشو بریم کتاب بخونیم. من برم کتابم بخونم. نکردنیه. اصلا خیلی من خودم هم دارم حال میکنم عالی، با این کاری بزن که فدات شم. چی نه شد؟ دست بده کردم. آره، خیلی کمک کرد اون کتاب. عکسش چند تا حالا چیز کمک کرد دیگه. ورزش، حالا اون کتابم در نظر میگیریم. کامنت های شما، واو، پیامایی که به ما میدادین. چقدر مرسی قشنگ. که به یادمون بودین چقدر تو این مدت. قشنگ. ما هم خیلی به چقدر یادتون قشنگ. بودیم. باز غصه‌ام گرفت. آره یعنی اصلا کلا عجیبه، نمیتونیم. چقدر آدمای خوبی هستیم ما. فدات شم. من کمم هستم. تو رو نمیگم، مردم جامعه ایرانی منظورم. کمم هستیم. من و تو. آره 80-90 میلیون بیشتر نیستیم. ولی آره کامنتاتون بعضی وقتا یهو میومدین زیر ویدیوهای قبلی یه کامنت میذاشتین که آره دلمون تنگ شده. منم دلم تنگ شده. دقیقاً. بعد حالا یه چیزی که بهمون میدونستیم قراره کمک بکنه ویدیو گرفتن بود، ولی خب اصلا نمیتونستیم بریم سمتش تا یه مدت خیلی طولانی. یعنی من الان قضیه این که با هم دیگه تصمیم بگیریم اینجا بشینیم حرف بزنیم و تقریبا 2-3 هفته است که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و کلنجار میریم که به این نتیجه برسیم یه دوربین بزنیم و فقط برای لحظاتی با شما صحبت بکنیم. یه چیز دیگه ای هم که به من خیلی کمک کرد فیلم و سریال بود. سریال بالای فکر کنم 10 تا سریال دیدم تو این شنبه. آره ولی خب خیلی آره من خودم به شخص رومینا جان احساس میکنم که کسایی که الان توی ایران اصلا فرق بزن اینجوری هم. ایرانی ها الان در حال حاضر خودشون میتونن انتخاب بکنن که توی اون لحظه شون برن چه چیزی رو توی فضای مجازی ببینن. میتونن برن توی اینستاگرام یا توی یوتیوب حتی اون چیزایی که نیازه و جدیه رو دنبال بکنن و همونقدر هم کسایی هستن که الان احتیاج دارن به خاطر چیزایی که تو اطرافشونه و دارن با چشم میبینن لحظه‌ای فاصله بگیرن و بیان توی یوتیوب و ویدیویی ببینن. به کجا میخوای برسی؟ به این میخوام برسم که من الان من و تو اگر بتونیم و انرژیشو داشته باشیم ویدیو شروع بکنیم به گرفتن برای اون کسی که برای لحظاتی قراره از اون چیزی که داره میزیسته میزیه زیست میکنه لحظه جدا بشه و برای 20 دقیقه به چیزی فکر نکنه، چرت و پرتای من و تو رو ببینه. من که فقط گل میگم. چرت و پرت کار توه. ولی آره چرا که نه. ولی ببین حالا من اصلا هدفم حالا از خوبه. این ببخشید پردم وسط. جان حالا خوب دادن. آها بله. هدفم از این چنل، از این ویدیوهایی که میذارم زندگی کردنه. خب اینم یه بخشی از زندگی منه که دوست دارم شیر کنم با آدما. قرار نیست که فقط حالا خوشمون رو بیایم بگیم. آره. حالا من داشتم برای فیوچر میگفتم، برای آینده میگفتم که آیا ویدیو میخوایم بذاریم نذاریم. خدا بزرگه نمیدونم بچه‌ها چی میگن. بچه‌ها باید بگم. بچه‌ها آره بگید که ما ویدیو بذاریم نذاریم. برای خودمونم قطعا خیلی قرار سخت باشه چون که اصلا همچنان ذهنمون یه ذره درگیره. حتی شرایط مالی یه ذره عجیب غریبه. شرایط مالی حرف نزن. اصلا نمیخوام. آره ولی بچه‌ها ما تا اینجا رفتیم تا اینجا ما تا چیزمان الان رفتیم تو گل. آره ولی خدا بزرگه. بله خدا بزرگه.
خلاصه که ما دوست داریم که سعی بکنیم به خودمون فشار بیاریم و برای شما ویدیو بگیریم، چون حال خودمون هم بهتر میشه. ولی این به این معنی نیستش که ما قراره عادی سازی بکنیم یا چیزی رو فراموش بکنیم. صرفاً نمیشه آخه. دوست دارم برای شماها 20 دقیقه از روزتون در هفته رو یه کاری بکنم که اونقدر به اطرافیان و اتفاقی داره میفته فکر نکنیم. برای عنوان 20 دقیقه، نیم ساعت، شاید مثلا رومینا ادیت کنه 40 دقیقه. خیلی بیشوری واقعا، برات متاسفم. من میخوام مدت بیشتری بچه‌ها به چیزای بد فکر نکنن. چرا حالا اینجوری من بهش فکر حداقل رو میگم، ولی شما هم نظرتون رو به ما بگین. خیلی دلتنگتونیم، خیلی خیلی خیلی. من با یه سری بچه‌ها توی اینستا حرف می‌زدم، آره، بهم منم پیام همینطور. میدادن توی دایرکت، باشون حرف می‌زدم. حس آره، خوبی بود. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین بچه‌ها. امیدوارم که حال دلتون هر روز بهتر و بهتر بشه، یکم آرامش به وجودتون برگرده و واقعا به امید امیدوارم که این روزا خوب. زودتر تموم شه، به خوبی هم تموم شه. به خوبی هم تموم شه، راحت شیم. خیلی دوستتون داریم بچه‌ها. مرسی که این دلمون ویدیو براتون رو تنگ دیدین. شده بود. مراقب خودتون باشین. آره، خواستم از دوباره حرف خودتون، بزنم جلو خودم گرفتم. آره، فقط از خودتون مراقبت کنید، جسم و روحتون رو سالم نگه دارید، چون نیازش داریم. بله. خداحافظ. باش میتونستم فضا اونوری هم به بچه‌ها نشون بدم. من اصلا خواستم اونوری بچینم، تو گفتی اینوری بچینیم. آخه اسکلیم تو سرپایینی بشینیم اونوری. ویورره. خب وقتی بهت میگم اون پایین بزنیم دوربینو که بالا مشخص باشه، میای بالا میخوای پایین مشخص باشه. نه دیگه، آدم میره، ما الان رو به ویو نشستیم، کسی نمیاد اینوری بشینه که، یعنی ما رو ما به ویو سرپایینیه نشستیم، بچه ها جناب. بر رو به ویو میشستن. آفتاب اینوره. آقا بیاین من به شما اینجا نشون بدم دشت و دمن خوشگله. ببین. آخی آخی گلا رو میبینی؟ نمیبینی؟ وایسا. آها بفرما. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. خداحافظ دیگه، جمع قطع کن کن. بریم. 20 دفعه خداحافظی کردیم. دلم تنگ شده، میفهمی؟ آره، منم همینطور، خیلی هم دلم تنگ براتون شده. تنگ بله. شده.